سلام. میدونستی 80% اشکالات عملیات گرانوسازی به قبلش برمیگرده؟ حالا بیا بهت بگم که اصل این اشکال از کجا به وجود میاد. سلام. یکی از پارامترهایی که توی گرانوسازی شما رو به زحمت میندازه زمان خرید باره. وقتی که شما میرین بار میخرین، اگه باری که میخرین خوب نباشه، گرانولی هم که ازش به وجود میاد، گرانول هم که ازش تولید میشه، گرانول خوبی نخواهد بود. دیگه چه چیزی باعث میشه که شما توی گرانوسازی و طبیعتا روی کامپاند کردن به مشکل بر بخورید؟ دیگه کدوم قسمت اگر که شما دقت نکنین توی گرانوسازی شما رو به زحمت میندازه؟ زمانی که شما تفکیک خوبی انجام ندین. تفکیک خوب لازمه شناسایی خوبه دوستان. اگه ما پلاستیک ها رو خوب نشناسیم نمیتونیم جداسازی خوبی براش داشته باشیم. بنابراین خرید بار، جداسازی که در واقع پایش شناخت مواد هستش کمک میکنه که ما عملیات گرانوسازی خوبی داشته باشیم. دیگه چه فاکتورهای تأثیر گذاره دوستان عزیزم؟ دیگه از فاکتورهایی که تأثیر گذار هستش ماشینالات خوبه. ماشینالات خوب که خوب آسیاب بکنه، خوب در واقع جداسازی انجام بده، خوب خوش بکنه. این باعث میشه که گرانولی که ازش به دست میاد هم گرانول با کیفیتی باشه. انتهای کار بازار که ما میرسیم به عملیات گرانوسازی، تولید گرانول خوب مستلزم هستش که مراحل قبلی خوب انجام بشه و این لازم این است که ما از قانون ذات پیروی کنیم. قانون ذات چی میگه؟ این قانونی که چند سال پیش توسط خود بنده بر اساس تجربیات اعلام شد این هستش که اول شما باید دسترسی به ضایعات داشته باشید، ضایعات پلاستیک خوب، و بعد شما بتونید اونها رو شناسایی کنید، خرید بار بلد باشید، جداسازی انجام بدید، بتونید برای هر پلاستیک عملیات بازیافت انجام بدید و بعد شما برای اینکه این فرآیند رو بتونید انجام بدید نیاز بشید دارید دستگاه مناسب. این که چه دستگاهی باید بگیرید، تمام این موارد رو ما در دوره کارخانه بازیافت پلاستیک ها که در واقع الان 44مین دوره‌اش رو داریم به لطف خدا برگزار میکنیم آموزش میدیم. برای اینکه بتونید توی این دوره شرکت بکنید و مشاوره بگیرید کافیه کلمه مشاوره رو ارسال کنید.